من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام. درودي بخونم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلني مدخل سروران عزیز، الله سبحانه و تعالی ما انسانها را برای بندگی خود خلق کرده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نیافریدم انسانها و جنها و انسانها را مگر اینکه مرا بندگی کنند، مرا عبادت کنند. عبادت کی می شود؟ زمانی که شناخت نسبت به الله داشته باشند. خالقیت الله، رازقیت الله، الوهیت الله، معبود بودن الله، قادر و مقتدر بودن الله و کلیه صفات الله را باور بدارند. برای این منظور الله تبارک و تعالی
از آدم تا خاتم الله تعالی انبیا را فرستاده است و می فرستد، کتابها را نازل کرده و کتابها را و انبیا را اعزام کرده و کتابها را نازل کرده تا انبیا بشر را تفهیم کنند. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. پیامبران هم بشارت میدادند، خبر خوش میدادند و هم بیم میدادند و هشدار میدادند و تذکر میدادند. مبشرین و منذرین، این دو وصف پیامبران الهی و هر واعظ و هر سخنران و هر داعی باید بر اساس همین دو محور واعظ و نصیحت کند. هم تبشیر و مژده، ولی تنها بشارت کافی نیست، هم تذکر و هشدار باید بدهد بندگان را. لئلا یکون للناس حجة علی الله بعد الرسل، تا اینکه حجتی ایرادی نماند در میان بندگان که بگویند که خدایا پروردگارا ما نمیدانستیم، اگر میدانستیم عمل میکردیم. و الله تبارک و تعالی قانون گذاشته. سروران عزیز، حضار محترم، قرآن قوانین بیان میکند، قانون اطاعت، قانون تقوا، قانون ایمان و یقین. آنچه در دنیا صورت میگیرد، آنچه در دنیا پیش می آید، نشیب و فراز، اوضاع مطلوب و دوست داشتنی و اوضاع نامطلوب و ناگوار، احوال خوب احوال بد، اینا اتفاقی نیست. نه همه مخصوصا آنچه که بر ملت ها پیش میاد، بر افراد هم هست، ولی برای ملت ها، برای اقوام، برای عموم مردم، برای حکومت ها، برای جماعت ها و گروه ها، این همه تحت یک قوانینه. همانطور که سروران اشیا خاصیت دارند. توجه فرمایید، الله تعالی گیاهی به نام آویشن که به بلوچی ازگندش میگویند، از وقتی که آفریده خاصیتش عوض نشده. در سرماخوردگی مفیده، در بعضی جاگه خوب، یعنی طبق تشخیص و تجویز یک پزشک، یک طبیب، با پرهیزهایی که اونها توصیه میکنند، اگر این دارو استفاده بشه تاثیر داره. پزشکا همین قوانین را، علم پزشکی همین قوانین را اکتشاف کرده. امروز دنیای پیشرفته علم و تکنولوژی را شما میبینید، اینا همه بعد از کشف قوانین، خاصیت اشیا که در علم فیزیک و شیمی و علوم تجربی درباره آن بحث می شود، تدریس و تفهیم می شود. این قوانین ذکر شده. همینطور که این چیزها خاصیت دارند. آهن خاصیت دارد، آب خاصیت دارد، از اکسیژن و هیدروژن درست شده. مثلا آب تفکیکش کنی، یکی میشه هیدروژن، یکی میشه اکسیژن، و با همش بکنید طبق یک فرمول، مولکولهاش را کنار هم بگذارید، میشه آب. عیناً همینجوری اعمال انسانی هم خاصیت دارند، اعمال بد هم خاصیت دارند.
اعمال نیک هم خاصیت دارند. نماز یک خاصیتی دارد، تقوا یک خاصیتی دارد، ایمان و یقین خاصیتی دارد، گناه هم خاصیت دارند، فحشا خاصیتی دارد، چشم چرانی خاصیتی دارد، بدحجابی بیحجابی خاصیتی دارد. این خاصیت کجا ظاهر میشه؟ یکی که در درون، انسان که اعمالش بد میشه درونش ناگوار میشه، ناآرام میشه، مضطرب میشه، افسرده میشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الهی خاصیتی دارد. ذکر الهی، یاد الهی اطمینان بخشه، آرامش دهنده. غفلت یک خاصیتی دارد. اعمال تنها برای بهشت نیستند که ما فکر میکنیم اگر بر دین عمل کنیم و اگر بر دین پایبند باشیم، بر احکام شرعی پایبند باشیم، الله به ما جنت میدهد. بیشک الله وعده کرده، ان الله لا یخلف المیعاد، البته به فضلش و رحمتش میدهد، ولی اینا را قانون گذاشته الله و مراعات میکند الله این قوانین را. من یعمل سوءا یجز به، قانون من یعمل سوءا یجز به. این خاصیت دارند، ولذا تنها بهشت در همین دنیا این خاصیت های اعمال نیک هم ظهور میکند و در همین دنیا خاصیت اعمال بد و گناهان هم ظهور میکند. در این آیاتی که اشاره شد و آیاتی هم معنای این همین تذکره هست. الله تعالی قانون ایمان و تقوا خاصیتش را این بیان فرموده، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. قرى آبادی ها، حالا استاد تفسیر چه معنی میکنه شما؟ اهل القرى آبادی ها، شهرها، کشورها، مردم روی زمین. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل آبادی ها، الله پس اینکه حالاتشان را بیان میکند بعد اون قوانین را بیان میکند. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل این آبادی ها، مردمان روی زمین، این ملت ها و این اقوام، این بلوچ ها و این عرب ها، این فارس ها و این ترک ها، همه اهل القرى آمنو، اگر ایمان واقعی می داشتند و اگر ایمان واقعی داشته باشند، قانون این دیگه الان ماضی و مضارع ترجمهش میکنیم. آمنو، ایمان به الله، ایمان به الله، یقین به الله، اعتماد به الله، تکیه بر الله، ارتباط با الله، گمان نیک به الله، این ایمان به الله. پرهیز از شرک، پرهیز از کفر، دوری از نفاق، این ایمان واقعی. ولو ان اهل القرى آمنو واتقوا، و تقوا را اختیار میکردند. تقوا چیه؟ خدا ترسی. تقوا چیه؟ پرهیز از گناه. تقوا چیه؟ رو آوردن به عبادت الله، به یاد الله. تقوا چیه؟ ترک حرام خواری، ترک منکرات، گناهان و آنچه الله را ناراضی می کند. گناهان خاصیت دارند. بعضی گناهان لعنت را بر مردم وارد می کنند، مگر رسول الله نفرمود لعن الله آکل الربا موکله شاهده و کاتبه. الله تعالی ربا خار را لعنت کرده. بزرگان میگن لعنت یعنی وقتی الله کسی را لعنت کند دیگه دعای خیر دیگران هم اثر نمی کند. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. کسی را خدا نکرده اگر لعنت فرا بگیرد، نفرین الهی
از رحمت الله دوری، لعنت شوخی نیست. برای او نصیر مددگار نخواهی یافت، او بدبخت شد. الله لعنت کرده رباخوار را و ربا خاراننده را، یعنی کسی که ربا میخوراند، و شاهد را، گواه بر ربا را. ربا چیه؟ ربا رو که بدونیم. 1,000,000 تومان قرض بده به من 6 ماه بعد، 1 سال بعد به تو 1,000,001 تومان میدهم. 1 تومان حتی باشه، به تو 1,100,000 میدم. این رباه. الله لعنت کرده رباخوار را، کاتب را، نویسنده اش را، شاهد را، گواه را، خورنده را، خوراننده را. چرا اقتصاد ما بیماره؟ خود مراجع شیعه که حالا حکومت هم برحال دست اونها محققشون میگویند که ربا هنوز از معاملات بانکی ما به طور کلی حذف نشده. حالا ممکنه یه جایی بدون ربا معامله میشه، اقتصاد بیمار میشه. چرا که یک قانون از یمحق الله الربا، الله ربا را محو میکند. سیستم هایی که با ربا میچرخند وعده نصرت نیست برای اونا، چون لعنت آمد. نه حالا هر چه کنی درست نمیشه، این قوانینه. لذا این همی فرماید که ولو ان اهل القرآن، قانون ایمان و تقوا اینه که ترک ربا، ترک گناه. تقوا تنها این نیست آدم حج پشت حج بکنه، عمره پشت عمره بکنه. این خوبه، این عبادت، نعمت، توفیقه. ولی یادم میشه حضرت مفتی رشید احمد رحمه الله مثالی میداد که یک ظرفی پر از شیره، یک قطره نجاست در او بینداز خاصیتش میرود. یک قطره نجاست شیر را قابل خوردن نمیگرداند. فرمود اگر کسی اطاعت کنه و در این حال گناه کنه، کولر مثال میدنم، این کولر چیه؟ اسفلت روشنه و کولر روشنه و حالا پنجره بازه، یا بخاری روشنه و پنجره بازه، سردی میاد. اگر در گرما کولر را روشن کن و پنجره را باز کن، بعد گرما میاد، خاصیتش کم میشه یا اصلا متلاشی میشود. لذا اهل عبادت باید تقوای خود را، عبادت خود را حفظ کنند، نگذارند که گناهان را برباد کند. یه طرف نگی میکنند، یه طرف گناه میکنند. گناهان مردم آزاری گناه، رباخواری گناه، بی حجابی گناه، بی حیایی گناه، چشم چرانی گناه، حرام خوردن گناه، مال یتیم را خوردن گناه، ظلم کردن گناه، گروگان گرفتن گناه، مواد مخدر فروختن گناه، قرصای روانگردان گناه، شیشه و کریستال به فروش رساندن و از این طریق سرمایه‌دار شدن. این گناه، این خودش نارام میشه. این که چندین نفر را معتاد میکنه و رحم نداره. خودش میخواد صاحب اتومبیل بشه، آسمان خراش بشه، یعنی سخت برج بسازه، اما پروا نداره کی معتاد میشه، کی تریاکی میشه، کی چرسی میشه، کی گردی میشه. این آدم نیکیه؟ یکی تو صف اول باشم، بالاخره صف اول نوره، ولی این نور را خودش تبدیل به تاریکی میکنه. گناه خطرناکه. تقوا یعنی ترک گناه، ترک حرام، ترک مکروهات. درودی بخونیم. اللهم صل علی النبی الامی و آله. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل این آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا را اختیار می کردند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان و زمین دروازه برکت ها را برای آنها می گشودیم و می گشاییم اگر اختیار کنند.
ولكن كذبوا، ولی باور نکردند. فاخذناهم بما كانوا یکسبون، و قانون مؤاخذه جاری شد. حضرت شاه ولی الله دهلوی در کتاب گران سنگش حجت الله البالغه میفرماد اولین آثار گناه تو وجدان، تو درون، تو ضمیر ظاهر میشه، دل ناقرار میشه. دو تو بچه ها و اولاد و اینا و شکل بیماری ها میاد. سه دیگه در اموال میآید. چهار در دیگر انسان ها و حیوانات ظاهر میشه و در طبیعت ظاهر میشه به شکل زلزله، گاهی به شکل زلزله و گاهی به شکل طوفان و گاهی به شکل یک حاکم ظالم. الله ظالم مسلط میکنه، میگه او ظالمه، او خودش گناهگاره، بر او ظالمی دیگر را مسلط میکنه. لذا عزیزان گرامی این دنیا بر اساس قوانین داره میچرخه، نشیب و فراز احوال و اوضاع بر اساس قانونه. الله وعده کرده در سوره نور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. قانونه فرمود شما دو کار اگر بکنید، یکی ایمان یکی اعمال صالحه. تو اعمال صالحه هر دو چیزه، یعنی نیکی را اختیار و فاصله بگیرید از گناه و دوری کنید. آن وقت الله وعده کرده من سه چیز به شما میدم: یک استخلاف، دو تمکین، سه تأمین. استخلاف یعنی چی؟ یعنی شما را خلیفه های روی زمین میگردانم. لیستخلفنهم فی الارض، قطعا این ایمانداران را و این متقیان را و این عاملان صالحات را قطعا اینها را خلافت میدهم، اینها را حکومت میدهم، اینها را برتری میدهم. دو تمکین، قدرت میدهم. گاهی حکومتی است، حکومت شلیه. درباره حضرت داود الله میفرماد و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. یکی دانشگاهی داره شله، یکی مدرسه دینی داره هم شله، یکی خانواده‌ای داره ولی مستحکم نیست، یکی ماشاءالله مستحکمه، یکی مغازه‌ای داره هم مستحکمه، هر روز نفعش برکت داره ماشاءالله، جلو پیش رفت می‌رود، یک مغازه دو مغازه، ورشستگی نامی نداره، یکی زیر بار قرضه. و حکومت هم میدم ولی و تمکینتون میکنم، یعنی قدرت میبخشم. ولا یمکنن لهم، دینتان را برتری میدم. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، دینتون را، آیینتان را عزت میبخشم. سه فرمود ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، ترس را به امنیت مبدل میکنم. معلوم میشه امنیت و خوف این هم قطعت یک قانون میآید. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا عبادت کنند. لذا سروران عزیز امروز نگاهی به حال خود بیندازیم، امروز نگاهی به امت بیندازیم. ما وقت نیست و بهرحال، ولی اوضاع غزه، اوضاع فلسطین ما را دعوت فکر میدهد، ما را دعوت میدهد که بیندیشیم، فکر کنیم، خود را محاکمه کنیم، بررسی کنیم اعمال خود را. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود، این حدیث دقت کنید، وقتی بنده تمام یوشک الامم، نزدیک ملت های اتحادیه تشکیل بدن، با هم فکر و هم سو باشند. یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلة الی قصعتها، چنان که چند نفر جمع می شوند، یک ظرفی میگذارند، یه تشتی و اونجا نان سرید میکنند و دیگران را هم دعوت میدن بیایید شما هم بخورید با ما، هم سفره باشید، هم لقمه باشید. یه وقتی می آید که ملت های کفر و ظالمان علیه شما اینجوری تجمع میکنند، اتحادیه تشکیل میدن، ناتو چیه، ورشو چیه، حالا بعدی مسلمان های سست هم عضو هستند، یا تعدادی همه. صحابه گفتن یا رسول الله و من قلت یومئذ نحن، آن روز مگر ما اندک میشم یا رسول الله؟ فرمود نه ولکنکم کثیر، شما خیلی زیاد خواهید بود، تعداد شما بیشمار خواهد بود.
امروز بیش از 1 میلیارد تا 2 میلیارد مسلمان داریم. ولکنکم غصاء، ولی شما وزنی نخواهید بود، وزنی نخواهید داشت. غصاء که غصاء سیل، مانند کف، مانند خاشاکی که سیلاب میارد. این کف دریا چطور بی وزنه؟ غصاء که غصاء سیل. ولا ینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم. الله تعالی هیبت شما را از دل دشمنان شما دور میکند، میرباید. یعنی دشمنان از شما نمیترسند، خوف ندارند از راهپیمایی شما، از شعار شما، از محکوم کردن شما. بیایید محکوم کنید. ولا یقذفن الله فی قلوبکم الوهن، و الله تعالی یه بیماری در دل شما خواهد انداخت. اون بیماری چیه؟ صحابه پرسیدن، فرمود الوهن. اون وهنه، وهن با واو و ها 2 چشم و نون. صحابه پرسیدن و ما الوهن یا رسول الله، این چی؟ کروناییه؟ چه بلاییه؟ فرمود حب الدنیا و کراهیت الموت. این وهن چیه؟ شما زندگی را خیلی دوست خواهید داشت، شما برجها را دوست خواهید داشت، شما این خانواده هایتون را دوست خواهید داشت. دنیا چیه؟ غفلت از الله. اینا نعمته، ولی اگر انسان را از الله دور کنند، نماز فجر قضایه، نماز جماعت فوته، تقوا نیست، عمل بر شریعت نیست، روزی حرامه. فرمود حب الدنیا، شما میخواهید به هر شکل دنیا را به دست بیاورید. حب دنیا، عشق دنیا، شیفتگی به دنیا، مال و دولت و قدرت و پست، این دنیاه. غفلت این دنیاه. و کراهیت الموت، شما مرگ را در راه الله نمیپسندید. از علامه سید ابوالحسن ندوی پرسیدن سال 51 که دولت اسرائیل 3 سال بود که درست شده بود. ایشون در دانشگاه دمشق سخنرانی کرد، گفت این تمام بدبختی اینه که در مسلمانان شوق جهاد نیست، قربان شدن در راه الله نیست. دشمن تشخیص داده، دشمن بررسی کرده، دانشمندان خاورشناس فکر کردن، آمدن بررسی کردن، گشتن، اطلاعات جمع کردن، مسلمان ها غافلند. 2 فرمود که عقل را ترجیح دادید بر عاطفه و وجدان، بگید امکانات دارن فلان، ترسیدید، وحشت کردید. 3 فرمود اون شخصیت نیست که مردم دور او جمع شوند، اون شخصیتی که فکر آزادی بیت المقدس او را چنان شیفته کند، او را چنان مجنون و دیوانه کند، مانند مادری که بچه یگانه‌اش گم شده و او بیقراره. و فرمود مانند سلطان صلاح الدین کسکلا واحدها، مانند زنی که یه بچه داره و این بچه را هم از دست داده و بچه گمه یا فوز کرده و این بیقراره. این سلطان صلاح الدین که اینجوری بود برای آزادی بیت المقدس. اون وقت بیت المقدس الله آزاد میکند و به دست مسلمانان میداد، ولی متاسفانه مسلمان ها از این دورن. فرمود هرگاه شما تباینتم بالعینه، هرگاه شما معاملات ربوی و سودی انجام دادید و اخذتم از ناب البقر، دم گاو را گرفتید و ترکتم الجهاد، و جهاد را ترک کردید. ما 4 تا جهاد داریم. دیدن شما میگید خب در مرز باز بشه ما میریم. خیلی خوب، خدا کنه که حکام اسلامی بیاین 2 مرده را باز کنند و ماشاءالله لا قوت الا بالله و ما رسوا نشویم. ولی یه جهاد با نفسه، 2 جهاد با شیطانه، 3 جهاد با منافقینه، 4 جهاد با یهود و نصارا و مجوس و کفار است. در جهاد نفس، جهاد نفس اینه که ما عمل کنیم، تقوا اختیار کنیم، ما دعا کنیم و تضرع کنیم. فرمود وقتی شما جهاد را ترک کردید، سلط الله علیکم
ذلن، الله بر شما یک ذلت و خاری و رسوایی مسلط میکنه و آن را دور نمیکنه مگر به دین برگردید. عزیزان گرامی، خلاصه کلام آنچه در غزه میگذرد، آنچه در فلسطین میگذرد یک محک، یک امتحان برای ما، برای جوانان ما، برای دختران و خواهران ما. چقدر به سوی دین میاییم، چقدر دعا میکنیم، چقدر توبه میکنیم. امتحان برای حکام اسلامی و غیرتشون، و یک امتحان آزمایش برای وزرا، یکی برای احزاب و گروه های متشدد که یک دیگر را تکفیر میکنند، علیه دیگر تصمیم میگیرند. چقدر با هم میشوند، چقدر متحد میشوند. یه امتحان برای علما، چقدر انجام وظیفه میکنند. امتحان برای عابدان، امتحان برای مبلغان. الله تعالی در این امتحان همه ما را کامیاب کند و رجوع صادقانه به سوی خود نصیب بگرداند و الله تعالی امنیتی، عافیتی نصیب مسلمانان، عزتی نصیب مسلمانان بگرداند. همه به وظیفه خود عمل کنیم. الله دوباره قدرت میدهد، الله دوباره عزت میبخشد. الله چنان احوالی به ما نشان میدهد که چشمهای ما روشن شود و دلهای ما شاد گردد. و آخر دعوانا الحمدلله.